کوروش درخشان، انجمن هنرمندان بانو سحر انتظامی، دور ششم آسمان آبی، برج میلاد، مجموعه فرهنگی هنری هفتا، برگزار کننده بانو سحر انتظامی، گالری معتبر انتظامی. خب از خروجی بگید، از استقبال بگید، از کارها و برنامه‌های بزرگتری که در شروع سال 1414 خواهش میکنم. ما در واقع ششمین ایونتی هست که در برج میلاد تهران برگزار میکنیم با عنوان آسمان آبی تهران که هر دفعه با استقبال بی‌نظیری از هنرمندان ایران از سراسر ایران روبرو شدیم که مرتب به ما درخواست میدادن که میخوان شرکت بکنن و آثار بسیار نفیس و خوبی هر دفعه به دست ما رسیده از هنرمندان ایران عزیزمون و حتما به در واقع در کنار حمایت‌های هنرمندانمون و در واقع حمایت‌های خود برج اینجا ایونت برج میلاد بتونیم باز هم این ایونت ها رو ادامه بدیم و همینجوری پرشور بریم جلو. با پل ارتباطی هنرمندان با گالری معتبر انتظامی از چه طریقیه؟ بله، از طریق اینکه گالری انتظامی به هر حال وبسایت داره، پیج رسمی داره و تمام صفحات سوشال مدیا، تلگرام، واتساپ، یوتیوب، فیسبوک فعال هستش و میتونن که از طریق شماره های 0912 150 14 86 با گالری انتظامی در تماس باشن برای برگزاری نمایشگاه انفرادی و گروهیشون برای سال 1404. یه پیام برای انجمن هنرمندان کوروش درخشان. بله، خیلی متشکرم از آقای کوروش درخشان، مدیریت محترم انجمن هنرمندان که تو همه ایونت ها و نمایشگاه با ما همراه هستن، در کنار ما هستن و پوشش خبری میدن. همینجور آقای دکتر در واقع سایت خبرگزاری معتبر کیمیانوس کافه خبر آپارات که همه اخبار نمایشگاه ها رو منتشر میکنن، ساپورت خبری میکنن و بسیار ممنون و سپاسگزارم. سپاس از بانو سحر انتظامی. ایونت آسمان آبی دوره ششم برج میلاد مجموعه هفتا، اون طرف تصویر کوروش درخشانی انجمن هنرمندان. زنده باشید.